بچه من 5 تا شهیدتم هیچ کس ندارم جز از خدای بالا سر هیچ کس ندارم. از این حالت چرا گریه نکنم؟ مرگ به من لازمه، من چی کنم؟ هیچ رایم ندارم. حال چند دانه یتیم که خودت مانده از بچه های تو دختر؟ 3 تا کسی بچه منو، 3 تا ازی بچه منو، 6 تا. هیچ کس ندارم جز از خدا برفیره. خاله جان یک روزی در اتاق که زندگی میکنین دیگه را گفتین به قرض میتین برها؟ یک روز بچه میدم در قرض در شما بچه میدم. بسیار خوب. خب ما کتی 6 دانه رفیق که فعلا 5 دانه شایسته که جدا بیرون است میریم به خرید انشالله ببینیم که در خانه خاله چی تغییرات آمده انشالله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب دوستان عزیز، مادر بزرگوارم از بیرون آمدیم. ما طفلکامش خوشحال هستن، وسایل خدا نخریدن، لباس های گرم، جمپرهای گرم. حالا میریم داخل که ببینیم درون خانهشان تغییرات آمده یا نه. خاله جان میریم داخل میبینیم که داخل چی تغییرات آمده. بریم سعی کنیم که چی کردیم شما کردیم. بریم بخیر بریم. ماشاءالله. وای شکر ده بچه من، شکر که این زندگی پس تازه شد، شکر که زبرار خوردم 5 تا شهید دادم، شکر ده روز، شکر بچیم به تو، خداوند برکت در رویت بانه بچیم، خداوند هرچی از الله میخوایی ده تو بده. شکر بچه مادر زبر خورده ریتا بالا کدی، از زمین کشیدی، از در مسجد و از سرکا مر کشیدی بچیم. شکر خدایا، شکر 5 تا را دست دادم، خدایا 5 تا داخل خانه کشتم، آمدم 2-4 سیف پول بردم، مر بایر در سرکا و در کوچه ها انداختی 6 تا یتیم بی سرپرست. شکر بچیم الهی بچیم، هرچی از خدا میخواییم همین پرسنل شمار خداوند موفق و شاد داشته باشه. شکر مادر جان. شکر عجب زندگی فراموش کرده بودم. خاله جان فراموش کرده بودم بچیم، اینجا استاد شده زندگی من در آمد. قبلا مادر بزرگوار شما ویدیو قبلی نان دیدین، حتی چیز بخاطر گرم کردن نداشتن الحمدلله. کل چیز در من معیا کردم. تقریبا 7-8 دانه به کمپل است که به هر تفلکتان کفایت میکنه انشالله. خداوند خیریت بده، خداوند مرا از خاک بالا کرده بچیم. شبا تا به صبح میلرزیدم، کارتن و کاغذ و خاکستر دیگدان آتش میکردم میآوردم، پرشکار میسوختوندم، او در سرم میچکید. وای حال پاک شد نه؟ حال تمیز شد، پاک شد، حال در زندگی پس در آمدم، از زندگی فراموش کرده بودم، میگفتم خدایا دیگه در روز نمیایم. امو سنیر میدیدم، امو کشتار میدیدم، امو خونار میدیدم، گریان میکردم، خدایا پس در بالا میام، خدایا اتمام کلان میشه. انی خدا بچه مردمه رسوند، پا مجید مال مرگیر کرد، 12 بجی شب مرا گیر کرد. چی خوب خوشی دمه دادی بچیم، خوشحال دنیا باشی. خبرهای خوش دیگه هم برتان دارم، بشینین انشالله. خدا قربانت شما مادر. خب الحمدلله دوستان عزیز، جای خوشحالی است که این یتیم ها را ما در کنار خود امروز داریم. مشکلاتی را که داشتن، فرش درست نداشتن، توشک نداشتن، طبعا شما ویدیو را دیدین، و تا چیز بخاطر پوشیدن نداشتن. الحمدلله امروز بخاری و تا وسایل به خاطر پخت پز شما نگاه میکنین و گاز و چیزی که برای زود با بالایش بپزن
در کل چیزی که نیازمندی یک خانواده است انشالله که ما در کنار اینا همیشه باشیم. ولی تمامش نیست. خب مادر بزرگوار در روز اول که امروز مصاحبه کردیم گفت که من 10 ماه از کرای خانه قرضدار هستم و حتی امو صاحب خانه میایه که مای 35,000 روپیه میگیره، از دست این تفلک میگیره و میگیره من با خود میبرم. و حتی مادر بزرگوار گفتن که یک روز من چاقو را گرفته آوردم برش که اول خیسر مرا ببر باز دخترم از پیشم بگیر دیگه. حالا بخترزی که مشکلشان هم انشالله حل شد و مادر ما به اینا ما مبلغ در نظر داریم که با ما ثبت است برشان میتیم اون مشکلشان حل شده باشه و این مبلغ است که البته 43,000 افغانی است. 35,000 افغانی را اینا 10 ماه کرایه خودم میتن، 8,000 افغانی دیگه اچه ما قبلا هم برشان مواد خوراکی آورده بودیم خب میشه که یک ماه دیگه اضافه تر مواد خوراکی بگیرن تا ماه بعد که باز انشالله دوباره ما اینا را کمک دستگیری میکنیم. ای پول از شماست مادر جان. قربان شم بچه میته پول من ندیده بزن میته پول ندیده بزن بچه ایته بدبخت بیچاره بودم ایته خوشحالم که چی میگی خیلی خوش بچه باورم نمیایه که ایته پیسه دستم بیای ایته خانه دمه جور شه 4 ساله که در زمین های خشک دیر کردم بنا یک وعده نان داشتم یک وعده نداشتم هر کس مرتای کلگی میزد تله میکرد تله به تنبه میکرد خوش هستم خدا شما خوش باشه خانم دیگه حالا خودگاه بیرون نمیرین؟ نه دیگه نمیرم در خانه خو میشینم مشتکا خروش میکنم در خانگاه خوشیشته هستم شکر خدا میکنم دعای سر شمار میکنم بچیم من خیلی کمک کردی بچیم خیلی بچیم صبر خورده بدو خیلی باره بود تکه پارچه شده بدو پارچه ها مر جروب کردی جمع کردی سرم کردی مرا بچیم تکه تریش بدون بچیم جگرم همی تا پاره شده بچیم چی کنم دیگه. خیر ببینیم مادر بزرگوار امین توایتان همه چیز است انشالله حساب کنین انشالله. چلسی هزار. همین لحظه چی احساس داریم؟ همین لحظه احساس خوشی دارم همین لحظه احساس دارم که انگار که بچه کام پس دستم ماما پس زندگی میں بالا آمد بچیم توشک بخیر حال توشک و کمپل و همه شکر خداوند برکتت بده بچیم. خودت خوش هستی نوید جان؟ آه ماشاءالله قند کاکش خود خوش هستی؟ باش که یا قار میشه میگه از کل ما پرسان که خوش هستی؟ خود خوش هستی؟ خود خوش هستی؟ آقای خب لینک ها مشاهده میکنین شماره تماس انشالله ما در کمال امانتداری سالت خود انجام میدیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.